زنی که هر شب بغل کسی میخوابه نمیتونی باهاش زندگی کنی. من اینجا بهترین کسی که باهاش سر سفره غذا میخورم رجون صد تو رجون شما که میشنوید سگای تو خیابونن. گیریمورم، بهترین گیریمورم، بهترین آرایشگرم. یه پات اول باید درمان بشه با این وضعیتی که عفونت داره. آره پا اولویته، ولی دوست دارم پامو از دست بدم. آخه این پا موقعی به درد من میخوره تو مسیر موفق حرکت کنم. ازدواج نکردی؟ نه آره مجردم، به خاطر اینکه کسی رو نه بدبخت کنم. من عروسی کردم با مواد مخدر، اون زن منه، همه جا هم میبرمش، همه جا هم با همه. ولی مواد مخدر اون زناییه که بزهکار تو اجتماعه. یه شب داستان میکشش، یه شب دختر پروری تو خیابون میکشش، یه شب من میکشم، یک شب سوپور میکشه. زنی که هر شب بغل کسی میخوابه نمیتونی باهاش زندگی کنی. من بعد مواد مخدر رو طلاق بدم. منم دوست دارم سالم بشم، این جوونه و این نمیتونم. سخت بالا سر خودم ندارم. من با بابام کارتون خوابی میکنم تو خیابون، عوضی که دستم میگیرم میام میزنن. کاری از دستم بر نمیاد واسه پدرم بکنم، واسه خودم بکنم. پول بال ندارم، با ملافه پامو بستم. نمیدونم پیش کی گله گافری، میدونم خدا رو دارم. مواد مخدر مثل آتیشه، آخر خاک سرت میکنه. تمام زندگی تو بده که یه روز به عمرت اضافه شه. نمیتونم. 42 ساله به نفهمیدم که شد 42 ساله. من می‌خوام یه جنس بخورم تو زندگی بشه، باشه حرف بزنم، همسرم بشه، بچه دار بشم، خود برم سر کار بیام. این آرزوهای منه، این آرزوها رو کاغذ باید بنویسم واسه خودم.